در مایکروسافت اکسس ما شما دیتابیس خوانده بودیم. در دیتابیس باز ما شما فورمز خوانده بودیم نه که به خاطر فرنت اند استفاده میشه. وقتی که یوزر معلومات انتر میکنه در کجا او را انتر میکنه؟ در فورم او را انتر میکنه. اگر ما میخوایم که در وبسایت یک فورم داشته باشیم، مثلا یک دیتابیس اداره ما هستن جور میکنیم، وبسایت جور میکنیم، در ما شما یک فورم جور میکنیم که وقتی که یک استودنت میخواد که رجیستریشن بکنه از طریق اینترنت رجیستر کنه، خدا نام نوشته کنه، عکس و کلی چیزایی که ضرورت است و از طریق اینترنت در فورم نوشته کنه، سابمیت کنه، بر ما بیاد. یک فرم چه قسم ما شما در HTML جور میکنیم، در صفحه اینترنت خود ما چه هم جور میکنیم. یعنی صفحه ما کپی پیست کردم از صفحه چی رو باز که ما آواز کنیم. خب میخوایم که یک فرم جور کنیم. به خاطر فرم که میخوای فرم جور کنی، در هر جایی که جور میکنی تگشان چی نوشته میکنی؟ فرم شروع و فرم ختم. تا هر جایی که جور میشه با ما اندازه تگش شروع، تگش ختم. در فورم ما شما اگر یادتان باشه که ما شما در اکسس فورم خوانده بودیم، در اوج ما شما بتن داشتیم، تکست باکس داشتیم، لیبل داشتیم، آپشن بتن داشتیم. دیگه اینجا هم ما شما می چیزا را خب باید از هر یک چیز که ضرورت داشته باشی تگش نوشته کنی. مثلا اگر لیبل کار داشته باشی، تکست باکس کار داشته باشی، برای هر یک علاوه باید تگ نوشته شود. مثلا من یک تکست باکس کار دارم که اینجا یک باکس جور شود که باز وقتی که یک استودنت از طریق اینترنت نام خود رجیستر میکنه، در او باکس نام خود نوشته کنه. به خاطر تکست باکس نوشته میکنه که اینپوت. من چی رو کار دارم؟ یک اینپوت کار دارم. اینپوت که دیتا را نوشته میکنه، معلومات داخل میکنه و اینپوت میکنه. تایپش چی باشه؟ تایپ مساوی باز در چی نوشته میکنی؟ در اینی کالم نوشته میکنی. میگم چی رو کار دارم؟ تکست باکس کار دارم. اینپوت کار دارم که تایپش چی باشه؟ تکست باکس باشه. فقط میره سیو میکنه، ریفرش میکنه تا که یک تکست باکس پیدا میشه. حالا اگه خط نوشته میکنی چه کار میکنه؟ اگر ما در پالویش یک لیبل کار داشته باشیم که اینجا نوشته باشه که استودنت باید نام خود نوشته کنه، یا به خاطر معلومات این تکست باکس یک از بفهمه که دیگه ما چی نوشته کنه. دیگه برای از باز لیبل میگه. اینا ما میگیم که یک لیبل باشه پیش از این باشه. پیش از این یعنی اینجا نوشته میکنه. برای از باز نوشته میکنه که لیبل شروع شد. لیبل شروع شد. برش نوشته میکنیم که مثلا enter student name. لیبل سیو میکنیم. پیش سیو که یک لیبل پیدا شد. enter student name here. تا که یک از بفهمم که اینجا باید ما نیم خود نوشته کنیم. باز این لیبل شد، این تکست باکس شد. اگر ما شما یک باکس کار داشته باشیم که در اون معلومات اضافه تر نوشته میکنه، مثلا ما یک تکست باکس اینجا کار دارم که در اون آدرس باید نوشته شود، یا در بعضی فرما دیتیلز، مثلا یک شاگرد که وقتی فرم برای یک جای اپلای میکنه اونجا یک تکست باکس میباشه، در اون باید تو حداقل 100 یا 200 لغات درباره خودت نوشته کنی معلومات. اگر این قسم یک فیلد کار داشته باشی که در اون معلومات اضافه تر بیه، باز ما شما تکست باکس استفاده نمیکنیم، تکست ایریا را استفاده میکنیم. مثلا زیر تکست باکس میگم اینجا چی بیه؟ تکست ایریا بیه. تکست ایریا شروع، تکست ایریا سیو چی میگم؟ سکوین تکست ایریا. در کس در تکست باکس یک لاین خط نوشته میشه، در هر قدر نوشته میشه. حالی در پالویش آمد. اگر میخوایم که پایینش بیه، باز ما شما بریک خوانده بودیم، باز چی رو میتیم؟ بریک سیو میگنیم، ریفرش میگنیم که زیرش بیه. اگر بر از اون لیبل میتی هم باید اینجا یک لیبل برشان بدیم. مثلا این لیبل ها کپی پیست میکنیم، اینجا نوشته میکنیم که باید استودنت درباره خود دیتیلز نوشته کنه. استودنت دیتیلز. حالا این یک لیبل داره، استودنت دیتیلز. حالا اینجا خط نوشته میکنیم که یک لاین پورا شو و دیگه لاین میره قدر دیتیلز نوشته کرده میتونه. ایرا تکست ایریا میگه. فهمیدین ایرا؟ لیبل، تکست باکس و تکست ایریا. اگر میخوایی که در تکست باکس مثلا این خود لیبل شد، اینجا هم اگر فکرتان شده باشه در یگان فرم خیره یک خط نوشته می باشه، مثلا student name details میده. برای ازی باز پلیس هولدر میگه. مثلا ما در این تکست باکس میخوایم که بیایم، باز برش نوشته میکنی پلیس هولدر. ده چی میگیریشه؟ کالن مثلا نوشته میکنیم که
student name. سعی کنید اینی تکست باکس خط خیره نوشته میبینید. باز وقتی که کلیک کنی او گم میشه. پس کرسر شما پس معلوم میشه این تکست هولدر میگه. اگر این کار داشته باشید در تکست ایریا هم میتونی مثلا در اینی تکست ایریا اینی من اینجا برش پلیس هولدر میتونم باشه نوشته میکنم که پلیس هولدر نوشته میکنم که student details here. Place holder student details. خو کرسر دایی است کرسر که باشه معلوم نمیشه. کرسر شما student details here. بس کلیک کنی. ایرا place holder میگه. فهمیدین ایرا؟ بعد از این ما و شما رادیو بتن داریم. اگر ما میخوایم که میل فیمیل جندر باشه که اگر استودنت میل باشه میل تیک مارک کنه اگر فیمیل باشه فیمیل تیک مارک کنه برای ازو که از رادیو بتن میگه. اگر او را کار داشته باشین باز نوشته میکنین که input type مساوی رادیو. قوسبند اینجا نوشته میکنه که چی را کار داریم مثلا برش میگم که میل و امیت یک چیز دیگه هم که تازو باز چی باشه فیمیل باشه سیبش میگنه شکو تا دو تا پیدا میشه میل فیمیل. اگر میخوایی که زیرش بیه باز یک بریک برش میدی بعد از او یک بریک میدی شش میگنه شکل. حالا وقتی که من میل کلیک کنم میل کلیک میشه که فیمیل کلیک کنم و هم کلیک میشه. حالا در یک وقت خوب باید یکش کلیک شود یک کس میل فیمیل در یک وقت شده نمیتونه نه. حالا کی را کلیک میکنه کلیک میشه کی را کلیک میکنه کلیک میشه. ما میگیم که یکش کلیک شود اگر یک کلیک شد ای پاس شود اگر یک کلیک شد ای پاس شود. باز اینجا میای نام برش میدی بر هر دویش یک نیم میدی. وقتی که نیمش یک چیز شد در اون صورت باز یک تیک مارک میشه. مثلا اینجا من نوشته میکنیم که نیم از این مساوی اینجا که هر نام میدی مقصد نام هر دویش باید یک چیز باشه. مثلا من نوشته میکنم که جندر اینی نام برای پایینی هم میدم کپی میکنم در اینی پیست میکنم که نیمش یک چیز شد سیوش کن حالا ریفرش کن. وقتی که را کلیک کنی ای تیک مارک شد وقتی که را کلیک میکنی چی میشه او پاس میشه ای تیک مارک میشه کی کلیک کنی باز ای تیک مارک میشه. این را رادیو بتن میگم. بعد از اون چک باکس ما شما چک باکس داریم. اگر بخوایم که مثلا ما اینجا یک چند آپشن هم میتونیم که استودنت مثلا چی را خوش داره سپورتس خوش داره میوزیک خوش داره یک چند تا آپشن میتونیم که از اون تیک مارک کنه که من این چیزا را خوش داره یعنی از یک اضافه تر او را چک باکس میگن. اگر چک باکس کار داشته باشین باز که یک بریک هم بتون نوشته میکنیم که input type این دفعه چی نوشته میکنیم چک باکس. باز قوسبند اینجا نوشته میکنیم که وقتی که تیک مارک میشه مثلا نوشته میکنیم که sports یعنی تو یک چند تا چک باکس میتونم بریک میتونم که پایین بیه باز بریک یک سه تا یکش مثلا سپورت شد دیگهش مثلا گیمز دایی میوزیک سیوش میگنم چک باکس هم یک استودنت میتونه که هر سه تارم انتخاب کنه یا تنها یک انتخاب کنه. این چک باکس میگه که اگر بخوای که آپشن ها را برش بدی که چند تا را انتخاب کرده بتونه باز در اون صورت از چی استفاده میکنی از چک باکس و اینی که یکش انتخاب کنه باز آپشن استفاده رادیو را استفاده میکنی. بعد از اون شما سلکت داریم آپشن. مثلا اگر ما اینجا بخوایم که یک لیست بر ما باشه مثلا ما نوشته میکنیم که استودنت از کدام ولایت هستن اینجا باکس جور نمیکنیم که اون نوشته کنه که کدام ولایت است تیار یک لیست ولایت ها را جور میکنیم که از اونجا راست انتخاب کنه. در اون صورت با سلکت استفاده میکنیم نوشته میکنی سلکت شروع شد و سلکت در بین سلکت باز آپشن میه آپشن شروع و آپشن ختم. مثلا نوشته میکنیم که کابل آپشن یک است که میره کپی پیست کنم یک سه تا ولایت فعلا نوشته میکنم دیگهش باز شما نوشته کنیم. سیوش میگیریم فرش کنم سک ریجکت شد
وقتی که کلیک میکنی لیست میکی باید یکش انتخاب شه. اگر میخوای که پایین بیای باز یک بریک برش میدی. اینجا یک بریک هم برش میتونم تا که پایین. اگر میخوای که اینجا یک لیبل داشته باشه لیبل هم برش میتی که select prevents please select prevents این را select میگه. اگر میخوای که یک کامبو داشته باشی باز select استفاده میگه. بعد از اگر میخوایم که یک بتن هم داشته باشه مثلا یک استودنت یک فرم خانه پوری کرد نام نوشته کرد دیتیلز میل فیمیل کل چیزا رو انتخاب کرد حالا یک بتن داشته باشه که کلیک کنه سابمیت شه و برای ما بیای او را با سابمیت بتن میگه. برای از اون نوشته میکنی که input type مساوی سابمیت. چی رو کار دارم؟ سابمیت. چی سرچ نوشته باشه؟ در روی بتن چی نوشته باشه؟ او را ویلیو میگه. ویلیوش چی باشه؟ مثلا میگم که رجستر سیو ریفرش چه کاری بتن به نام چی؟ رجستر کلیکش میکنه فعلا کار نمیکنه بخاطر که من نگفتیم که چی کار انجام بدم تنها جورش کردم. اگه میخوای که پایین بیای بازی یک بریک هم برش میدی تا پایین بیای چیش میکنی فهمیدین؟ این جور کردن فرم شد که چه قسم لیبل جور کنی تکست باکس جور کنی تکست ایریا را جور کنی رادیو بتن جور کنی و چک باکس جور کنی سلکت جور کنی و بتن جور کنی. تا اینجا فهمیدین؟